بچه‌ها سلام، خوش اومدید به این ویدیو از کانال بی خطا ارزش، کانال خودتون. ویدیوی امروز رو با واکنش غیر مستقیم وکیل باشگاه پرسپولیس شروع می‌کنیم. راجع به استقلال پرسپولیس، اخبار نقل و انتقالات به طور کامل صحبت می‌کنیم. یه افشاگری هم داریم، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. ممنونتون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و حتما قسمت کامنت ها نظرتون رو راجع به اخباری که گفته میشه بنویسید. خب، واکنش غیر مستقیم وکیل باشگاه پرسپولیس به صحبت‌های دیشب محمد رضا زنوزی که تو ویدیو قبلی به طور کامل راجع بهش صحبت کردیم رو داشتیم و دیدیم که آقای زنوزی دیشب گفت که پرهوادارترین تیم ایران و حتی آسیا تیم تراکتور هستش. حالا اینطوری خواسته وکیل باشگاه پرسپولیس نسبت به این صحبت‌های آقای زنوزی واکنش نشون بده. راجع به پرونده دردسرساز باهویی هم بهتون بگم که جلب باشگاه پرسپولیس خب تایید شد و به گزارش سایت فریختگان تو چند ماه اخیر موضوع تست نبیل باهویی و سنجش وضعیت مصدومیت این مهاجم به موضوع جنجالی و بحث برانگیز حالا بین باشگاه پرسپولیس و ایفمارک تبدیل شده بود و عدم تایید مدارک پزشکی باهویی توسط پزشکان ایفمارک هم سبب شد تا یک سهمیه خارجی سرخپوشان حذف بشه و بسوزه. از همین رو حالا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس رو به دلیل جعل سند حالا مبلغ 1 میلیارد تومان جریمه کرده و امروز کمیته استیناف هم طی حکمی رأی کمیته انضباطی رو تایید کرده. اما بریم سراغ ادعای یک خبرگزاری که گفته بود مدیر عامل پرسپولیس تو انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت میکنه. خبرگزاری فارس تو خبری نوشته بود که رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس قصد داره که تو انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کنه. این در حالیه که درویش پیش از این هم بارها حالا گفته بود که قصد حضور تو انتخابات فدراسیون فوتبال رو نداره و این موضوع رو تکذیب کرده بود. اما بریم سراغ استقلال که رسما خواهان جذب لطفی و تیکدری شد و نامه‌هاش رو هم که دارید می‌بینید. با این حال میگفتن که مهدی تارتار با جدایی مهدی تیکدری مخالفت کرده. نظر شما راجع به این بازیکن چیه؟ حتما برام قسمت کامنت ها بنویسید. اما بریم سراغ ستاره گرون قیمت استقلال و بعدم ستاره پرسپولیس. خب، سامان فلا و محمد رضا خالد آبادی دو بازیکنی هستن که شرایطشون شرایط ایدئالی نیست، حداقل برای خودشون، و راضی نیستن از شرایطی که تو تیم استقلال دارن و ممکنه که تو نقل و انتقالات زمستونی از استقلال جدا بشن. سامان فلا تو ابتدای فصل با استقلال قرارداد امضا کرد و به خاطر پول رضایت‌نامه‌اش خب به یکی از گرون قیمت ترین بازیکنان لیگ تبدیل شده. با این حال فلا مدت هاست که تو استقلال خب نیمکت نشین شده و طبعا از شرایطش تو این تیم راضی نیستش. همینطور محمد رضا خالد آبادی تو یک فصل و نیم حضورش خب تو استقلال فقط 2 بار تونسته که فرصت بازی پیدا کنه و به همین دلیل هم دوست داره که تو تیمی باشه که بیشتر فرصت بازی پیدا کنه. ممکنه که خالد آبادی و همینطور فلا با شروع فصل نقل و انتقالات از استقلال جدا بشن تا تو تیمی باشن که بیشتر فرصت بازی پیدا کنن، هرچند که جدایی اونها بدون صدور رضایت‌نامه از سوی باشگاه امکان پذیر نیستش و در این رابطه موسیمانه نظر نهایی رو میده. نظر شما راجع به این دو بازیکن چیه؟ به نظرتون رفتنشون از استقلال میتونه برای استقلال گرون تمام بشه یا نه؟ حتما برام قسمت کامنت ها بنویسید. اما پرسپولیسیشو هم بهتون بگم، یاسین سلمانی خب بعد از پشت سر گذاشتن روزهای سختی که تو دوران حضور آقای گاریدو داشت و تحمل نیمکت نشینی‌های فراوون و سکون نشینی‌های متوالی، خب تو 2 بازی آخر پرسپولیس مقابل خیبر و هوادار به صورت فیکس بازی کرد و کریم باقری نشون داد که برخلاف آقای گاریدو به یاسین اعتقاد 100% داره و اعتماد کافی رو هم داره. سبک بازی این بازیکن رو هم میپسندید کریم باقری، هرچند سلمانی از روزهای اوجش فاصله گرفت و شاید دلیل فاصله گرفتن از روزهای اوجش هم تصمیمات آقای گاریدو بود و مقصر اصلی آقای گاریدو باشه. ولی این بازیکن امیدوار هستش که با اومدن سرمربی جدید بتونه باز هم تو ترکیب پرسپولیس به میدون بره و شرایط رو بهتر کنه. طی روزهای اخیر و بعد از پایان بازی‌های نیم فصل شایعاتی مبنی بر جدایی یاسین از پرسپولیس شنیده میشد و حتی گفته میشد که یکی از تیم‌های پولدار شهرستانی علاقه داره تا این بازیکن رو جذب کنه. با این حال پیگیری‌های ما نشون میداد که سلمانی قصد جدایی از پرسپولیس رو نداره و میخواد که به کارش تو این تیم ادامه بده. باقری و مدیران پرسپولیس هم خواهان موندن این بازیکن هستن و این بازیکن تا پایان فصل تو پرسپولیس میمونه. اما بریم سراغ مشکل بزرگ استقلال با بازیکنان مازاد. خب برکتی پوشیده نیست که برخی از بازیکنان ترکیب فعلی استقلال تو لیست مازاد کادر فنی قرار دارن و حتی هواداران هم
برای جدایی اونها لحظه شماری میکنن با این نیت که با جدایی نفرات ناکارآمد خب فهرست فعلی تیم برای حضور خریدهای زمستونی جدید سبکتر میشه و خب به همین راحتی هم نیستش، در صورتی که بازیکنان مد نظر نخواند که از تیم استقلال جدا بشن. با توجه به قراردادی که دارن امکان کنار گذاشتنشون برای استقلال نیستش و مشکلات زیادی رو هم میتونه برای استقلال به وجود بیاره. در همین راستا خب مطلع شدیم یکی از عناصر هجومی تیم ماسیمانه که شایعه جداییش تو نیم فصل هم شنیده میشه در پاسخ پیشنهاد مدیران استقلال مبنی بر صدور رضایتنامه گفته تنها در صورتی حاضر به جدایی از تیم هستش که پول کل مدت قرارداد خودش رو دریافت کنه، وگرنه حتی گفته مشکلی با نیمکت نشینی نداره. تازه تو پایان فصل هم تصمیم میگیره که آیا جدا بشه یا بمونه. خب همین موضوع کار رو برای تیم استقلال و مدیران سخت کرده و اونها تو تلاش هستن تا بتونن دوستانه این موضوع رو حل کنن، هرچند که خیلی از بازیکنان و نفرات هستن که اسمشون تو لیست مازاد هستش ولی حاضر به سازش هم نیستن و اون موقعی که مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر تیم استقلال میشه. اما بریم سراغ همکاری 3 نفره برای ثبت بدترین نیم فصل تاریخ استقلال. خب استقلال با کسب 18 امتیاز از 15 مسابقه بدترین نتیجه این باشگاه تو تاریخ لیگ برتر رو به ثبت رسوند. آبی‌ها در طول 15 بازی فقط تو 4 بازی پیروز شدن و از این نظر خب آبی‌ها بدترین تیم تاریخشون هستن. بعد نیست که بدونید که خب تو ثبت این رکورد و این نتیجه تاریخی تیم استقلال جواد نکونام با 5 بار نشستن روی نیمکت استقلال و سهراب بختیارزاده با 2 جلسه و پیتسو موسیمانه با 8 بازی که نشسته حالا روی نیمکت استقلال مهمترین نقش رو تو باخت استقلال داشتن. دیدیم دیگه هر کیم نظر خودش رو داشت. یه عده میگفتن بدنسازی ضعیفی کار شده با بازیکنان، یه عده میگفتن که بازیکنان خوبی جذب نشده و یه عده میگفتن که خب حالا مشکل و کوتاهی از سمت جواد نکونام بوده. پرسپولیس برای نیمکت خودش یک گزینه ایرانی هم زیر نظر داره، البته که اولویت آخر این باشگاه هستش. مدیران باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفتن که هیچ گزینه جدیدی رو وارد لیست 4 نفره خودشون نکنن و تو طول این هفته تمام تلاش خودشون رو برای جلب نظر یکی از سرمربیان بزرگ و نامدار انجام میدن تا تکلیف پرسپولیس تو یک هفته آینده مشخص بشه و یک هفته پیش از سوپر جام هم سرمربی جدید معرفی بشه. این موضوعی بود که سایت خبری ورزش 3 اعلام کرده بود. اما بریم سراغ افشاگری خودمون، افشاگری که سایت خبر ورزشی هم ازش خبر داد و استقلالی‌ها به احتمال فراوون خب با هافبک سرشناس خودشون تو میانه فصل قطع همکاری میکنن. تو فصل نقل و انتقالاتی تابستونه، درست زمانی که جواد نکونام اصرار زیادی به جذب کاکوتا داشت، گزارش 15 صفحه‌ای از وضعیت سلامت جسمانی هافبک سابق چلسی و موناکو در اختیار فرشید سمیعی قرار گرفت و تو اون به حالا به التهابات زانویی این بازیکن هم اشاره شده بود و فرشید سمیعی این گزارش رو به شهریاری ارجاع داد و رئیس هیئت مدیره هم از نکونام خواست که قید خرید این بازیکن رو بزنه. اما سرمربی وقت استقلال اصرار به خرید کاکوتا داشت و میگفت این گزارش پزشکی یه جورایی کارشکنی هست. شهریاری هم از سوی نزدیکان نکونام متهم به این بود که میخواد زیرکیچ رو به زور وارد تیم کنه و به همین دلیل عقب نشینی کرد تا این وصله بهش نچسبه. جالبه بدونید که این التهاب به قدری شدید هستش که توصیه شده بود کاکوتا تو بازی‌های پیاپی به کار گرفته نشه و حالا تو مسابقات هم بیش از 30 دقیقه تو زمین حضور نداشته باشه، چرا که منجر به مسئولیت این بازیکن میشه. اتفاقی که تو نیم فصل جاری لیگ برتر هم شاهد اون بودیم و بازیکن خوش تکنیک کنگویی به دلیل مشکلات جسمانی نتونست که حالا تمام و کمال در اختیار کادر فنی استقلال باشه. نکته اینجاست که حالا هم تو تست‌های پزشکی خارج از کشور و هم بعد از حضور تو ایفمارک این موضوع به استقلالی‌ها اعلام شد که کاکوتا بازیکن 90 دقیقه‌ای نیستش و بازی‌های پشت سر هم نمیتونه داشته باشه. این بازیکن گویا التهاب زانوی این بازیکن به گونه‌ای هستش که حتی شرایط عمل جراحی رو هم نداره و باید با اون مدارا کنه، وگرنه هر اقدام پزشکی میتونه که باعث بشه پایان دوره حرفه‌ای این بازیکن رقم بخوره. مدیریت استقلال با جمع‌آوری این مدارک موضوع رو به سرمربی وقت استقلال هم اعلام کرده، اما نکونام تو جلسه با سمیعی و احمد شهریاری باز هم اصرار به این موضوع داشت و اصرار داشت که کاکوتا رو جذب کنه و این بازیکن سابق چلسی پیران استقلال رو به تن میکنه. در واقع مرکز پزشکی ایفمارک هم تنها میتونه جلوی یه قرارداد بستن با بازیکنان رو بگیره که حالا بیماریهای خاص مثل هپاتیت یا HIV رو دارن و جلوی حالا بازیکنانی که التهاب زانو دارن رو نمیتونه بگیره. شما نظرتون راجع به این قضايا چیه؟ و حتما برام قسمت کامنت ها بنویسید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگه، فعلا.